خب امید بینندگان ارجمند دیدار استقلال با کلوب مرکزی ورزش ارتش در دوره رقابت‌های دور ششم لیگ اولی مملکت شروع می‌شود. خوجان را ترک کرد. شرف دسته کلوب مرکزی رو حمایت می‌کند. رستم سویرف ضربه و اینجا سیو اولی رو در اجرای بیروز خیریف می‌بینیم. بار دیگر توجه می‌کنیم علیشیر جلیلوف پاس داد با داخل جریمه گو. پرتوف اونقدر بلند نبود ولی اینجا می‌بینیم که کاپیتانی کلوب مرکزی ورزش ارتش نه اونقدر موقع خوب رو اشغال کرده بود و رستم سویرف قریب بود که با زدن گل دست می‌یافت. این میتونیم بگیم منوچهر سفرов فوتبالبازی کناری استقلال. رستم سویرف بود یک ضربه دیگر در اجرای رستم ضربه منوچهر جلیلوف و همینطور حساب شده می‌شود در دقیقه 14 رقابت. منوچهر جلیلوف گل میزند. توجه میکنیم ارسال از کنار بود. رستم سویرف با سر ضربه میزند. این نوبت نیز کسی با رستم خلل نرسانید و او فشار نآورد و حمایتگران مرکزی کلوب مرکزی در این حالت موقع خود را از دست دادند. بعد اینکه تو با تیر دروازه برخورد منوچهر جلیلوف امکانیت ضربه زنی را پیدا کرد و حمله‌گر استقلال و تیم ملی تاجیکستان حساب رقابت را می‌کشاید. 1-0 شامل شدن منوچهر جلیلوف و منوچهر سفرов که منوچهر جلیلوف زینه اول رو اشغال کرد. ضربه قوی و رستم یتیموف این ضربه رو برمیگرداند. اولین امکانیت برای کلوب مرکزی به میان میاد. توجه میکنیم شروانی مبچویف توپ رو با هیچ کس رها نکرد و ضربه میزند با کنار چپ دروازه. رستم یتیموف باشد این ضربه خیلی هم مشکل رو برمیگرداند. با یک جایشی کرده خود اگر رسیش از جانب رستم یتیموف نمی بود توپ میتوانست وارد دروازه بگردد. در حالتهایی که توپ از کنار روان کرده می شود. فتولویف و داور پنالتی تعیین میکند. توجه میکنیم بار دیگر فتولویف خورشید تیمور جورایف پای خود رو گذاشت. خیلی ناراضی است منوچهر جلیلوف. اکنون فتولویف امکان دارد که بعد دروازه سوی دسته خود گل بزند. ضربه فتولویف و رستم یتیموف دو مرتبه رستم یتیموف خیلی هم عالی هنرنمایی میکند و نمیگذارد که حساب برابر شود. توجه میکنیم ضربه فتولویف با مرکز ضربه را اجرا کرد و در این حالت باشد نتوانست که اویسته توپ رو وارد دروازه کند. امکانیت بود برای حمله‌گر کلوب مرکزی با زدن یک گل دست یافتند. وعدت حنانوف نیز با زدن گل دست یافته بود. امکانیت برای منوچهر جلیلوف ضربه و توپ باشد بیرون از میدان با توری دروازه برمیخورد. برای دوبل کردن امکانیت داشت در این حال منوچهر جلیلوف. می‌بینیم که کمی هم بلندتر ضربه را اجرا میکند. جوانترین است در لیگ چمپیونات. در زینه دوم باشد تیم ایل فورس قرار دارد. توجه میکنیم به نجوم حسین دوگان ضربه علیشیر جلیلوف و بازیگران استقلال منوچهر جلیلوف رستم سویرف و این حال علیشیر جلیلوف موقع آزاد رو زود پیدا کرده هستند. ارتفتی حسین دوگان منوچهر جلیلوف ضربه و باز هم آفساید. بازیگران فاول استقلال در نیمه اول این منوچهر جلیلوف رستم سویرف هستند. به انجام میرسد نیمه اولی بازی استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش. حساب 1-0 به فایده استقلال است. در دقیقه 15 منوچهر جلیلوف گل زد. تنفس میکنیم و بعدا برمیگردیم و قسمت دومی رقابت را تماشا خواهیم کرد. ما را ترک نکنید. تغییرات وارد کرده می شود در هیئت اساسی استقلال. میبینیم که منوچهر سفرов میدان را ترک کرد. طول بازیش چنین است که او در خط حمله خیلی هم فاول هنرنمایی میکند. ضربه علیشیر جلیلوف و بیروز خیریف کلوب مرکزی ورزش ارتش. اینجا رستم سویرف توپ رو در اختیار خود نگاه داشت و بعدا امکانیت برای علیشیر جلیلوف میان آمد. دومین هجومی است که کلوب مرکزی میتوانست خطرناکتر هنرنمایی کند و حساب را برابر نماید. ضربه در اجرای کامران میرزاخان چگونه امکانیت بود برای کاپیتان کلوب مرکزی ورزش ارتش، اما
зарбаи ноаниқ мезанад. беҳтарин имкониятро аз даст медиҳад клуби марказӣ барои баробар кардани ҳисоб. зарбаи Алишер Ҷалилов то аз дохили ҷаримагоҳ берун карда мешавад ва ҳамин тавр бозии Истиқлол ва клуби марказии варзиши Артиш дар доираи даври шашуми Лигаи Олии мамлакат ба анҷом мерасад. Истиқлол бо ягона голи задаи Манучер Ҷалилов дар дақиқаи 15 бо ҳисоби 1-0 пирӯзиро ба даст меоварад ва ин аввалин бозии Истиқлол дар мавсими ҷадиди Лигаи Олии мамлакат ба ҳисоб меравад. Ташаккур барои диққататон. Хайр, сеҳатманду пирӯз бошед.